خلاصه نهایی مقامات روس این شد که کسی در مرگ طفل تاجیک عمر علی نظرов گناهگار نیست. کمیته تفتیشاتی در شهر سانکت پتربورگ پرونده جنایی از روی مرگ طفل 5 ماهه مهاجران تاجیک را خاتمه داد. در ساعت‌های آخری پیش از مرگش این طفل در احاطه کارمندان پلیس و خدمات مهاجرت و دختران بود، ولی مفتشان در مرگ عمر علی عمل جنایی را پیدا نکردند. با ادعای مقامات تفتیشاتی آنها سبب اصلی فوت عمر علی را می‌دانند و سال گذشته از دنیا درگذشت. آن زمان او و والدانش را از منزل غیر قابل زیست در خیابان لیرمنتوف بیرون کردند و به شعبه پلیس آوردند. خانواده را از هم جدا کردند. شبانه طفل را دختران با خود بردند و طبق فرضیه رسمی او در بیمارخانه Цимбалино فوتید. Согласно заключению экспертов, проведенной комплексной судебно-медицинской экспертизы, طبق خلاصه طبی سبب مرگ کودک ویروس بود. معاین کرده شد که وی برمحل تولد شده است و در نظارت دکتران قرار نداشت. این در حالی است که قبلا فرضیه دیگر بود. در اول عیب بالای نمایندگان مقامات افتاد. آنهایی که مهاجران را بازداشت می‌کردند و بعداً در شعبه‌های پلیس نگاه می‌داشتند. تحقیق قضیه را امبودسمن کودکان نیز زیر نظارت گرفت. آن وقت در این وظیفه پاول استاخوف کار می‌کرد. سبب‌های مرگ عمر علی را بیش از 1 سال تحقیق کردند. طبق خلاصه مفتشان نه کارمندان پلیس و خدمات مهاجرت و نه دختران در مرگ عمر علی 5 ماهه مقصر نیستند. گویا همه آنها طبق دستور موجوده و از روی قانون عمل می‌کردند. در نتیجه گناه را به سر والدان طفل بار کردند. آنها را هنوز سال گذشته به وطن استرداد کردند. مادر عمر علی زرینه یونوسова تا 5 سال حق ورود به روسیه را ندارد. حالا وی همراه والدانش در دهه قندک زندگی میکند. آنها باوری ندارند که طفل از بیماری درگذشت. مادر کلان عمر علی عکس‌های پیش از مرگ طفل را نشان میدهد و میگوید اصلا بیمار نبود. یگام جور کسل نبوده که بگوید کسلی موده خود ساعت سلامت و دیده که صورتاش چخیخ شروع. در شهر سانکت پتربورگ هم نه همه به آن باور دارند که عمر علی بنابر خروج بیماری درگذشت. هفته گذشته بخشیده به سالگرد یادبودی این طفل در میدان مرسا گردی همایی تشکیل شد. شرکتداران این همایش طلب کردند که گناهگاران مجازات شوند. این طلب اساساً از زبان فعالان و تعدادی از ساکنان شهر سانکت پتربورگ صدا داد. به این گردی همایی تنها چند نفر مهاجران آمدند. من فکر میکنم آنها میترسند که برایشان مشکل ایجاد نشود. آنها به این هم خود را آدمان بی حقوق میسابند و هر کار را میشود در نسبتشان روا دید. پلیس و مقامدار میتواند آنها را تحقیر کند و میداند که این رفتارش بی جزا میماند. از این خاطر من فکر میکنم که آنها میترسند در چنین همایش‌ها اشتراک کنند. آنها برای خود بهتر میدانند که در گوشه خاموش بنشینند تا برای خود دردسر نخرند. باید بگویم سال پیش وقتی این حادثه رخ داد، کنسولگری تاجیکستان چندان فعال نبود و صدا بلند نکرد، بلکه کوشش میکرد خود را از این قضیه کنار بکشد، واکنشی تند نشان ندهد. برای من این تعجب آور بود. وقتی به نزد کنسولگری گل آورد، شخصا خودم این را مشاهده کردم. با گفته پیوندان زرینه یونوسова آنها در تاجیکستان از سوی مقامات دستگیری نیافتند. مادر فرزند گم کرده تا هنوز در حالت بدی روانی قرار دارد. سحرم بخیزم گوداک من در پیش رو مای هر خستگیشتگی میگه